با سلامی دیگر بار از دفتر مرکزی رادیو آزادی با کاربران بینیاد گرامی آزادی ویدیو و همه اونایی که همین لحظه در پخش مستقیم رو تماشا دارن شما خوش هستم چون همیشه در ساعت رساده با وقت پرگ در خدمت شما ازون با سرختی خبرهای روز و طوری اگر شما بیننده دائمی رادیو آزادی باشید پس میدونید که بعد از 3 ساعت دیگر برنامه خبری داریم در همین جا و بازم در پخش مستقیم که فراگیری موضوع روزی تاجیکستان و جهان است و امیدوارم همه شما از اون را در پخش مستقیم خواهیم دید. 5 محبوس را به افغانستان میبرند. با این هدف نمایندگان داستانی امور داخله و وزارت کارهای خارجه افغانستان در نزدیکترین فرصت به تاجیکستان میآیند. آنها میخواهند مسئله آزاد نمودن محبوسان را بررسی نمایند. در آخرهای ماه ایول سال روان 80 محبوس افغان طریق گذرگاه 5 پایان به دست مقامات افغانستان سپرده شدند. جزئیات را در برنامه برای شما بینندگان عزیز ارائه خواهیم کرد. سفری مهاجران تاجیک به روسیه زیاد شده است. در این باره خدمات مهاجرتی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان خبر داده است و فرقیت نسبت به سال گذشته 10% را تشکیل می‌دهد. رقم دقیق را در برنامه خبری برای شما خواهیم گفت و هم می‌بینیم که مقامات تاجیک سبب این افزایش را در چی ارزیابی می‌کنند. ضمناً پیش باید گفت که امور پیشنهادی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان از روسیه فرق می‌کند. بر اساس امور روسیه حالا 1,200,000 نفر شهروندان تاجیکستان در روسیه با مجوز رسمی فعالیت دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت که به سبب مخالفت‌های نظر با مشاور امنیتش جان بولتن او را از مقامش برکنار کرد. انتظار می‌رود که رئیس جمهوری آمریکا هفته آینده شخص دیگر را به حیث مشاور امنیتی ملی ایالات متحده تعیین کند. خود بولتن درباره ترک وظیفه‌اش چی میگوید بعد 3 ساعت دیگر مطرح خواهیم کرد. خانواده در جنوب تاجیکستان که در یک آن واحد 3 فرزندشان را یک بار از دست دادند در این فاجعه راهسازان را گناهکار می‌دانند، زیرا این کودکان به چقوری افتادند که از سوی راهسازان کنده شده است. حالا این خانواده متهم زده برای برقراری عدالت تلاش دارند و می‌خواهند گناهکاران جواب بگویند. چنانچه روی موضوع را در برنامه تقدیم شما خواهیم کرد. پاداش ناچیز برای مهنت سنگین و یا از 3 تا 4 سنت برای هر کیلو پخته مگر از روی انصاف است. ارزان شدن نرخ پخته در تاجیکستان مایه نگرانی و شکایت کشاورزان و پخته چینان تاجیک شده است. آنها میگویند نرخ را که امسال شرکت‌ها برای خریدن پخته تعیین کردند ناچیز است و در این باره در برنامه خبری با نظر خود آنها گزارش را پیشنهاد شما میکنیم. ضمناً کارشناسان میگویند مقامات باید طلبات کشور را به هر نوع زراعت و سبزیجات از پیش معین کنند تا که دهقانان با نظر داشته آن کش نمایند. حالا با گفته کشاورزان نرخ محصولات سال گذشته را نگاه کرده زراعت می‌کنند و در نتیجه زیاد شدن محصولات نرخ آن پایان می‌رود و آن نیز به ضرر دهقانان است. خب بینندگان عزیز، چند موضوع دیگر نیز هست که همکاران ما روی تفصیلات آن کار میکنند و تو برنامه خبری به دست ما فکر میکنم خواهد رسید و ما برای شما تقدیم میکنیم. ما همه شما رو در پخش مستقیم برنامه خبری منتظر خواهیم بود. تا آن وقت برای کار و روز خوب در پیش داشته باشید.